9 هست بود 13 شدگی. این ساکن شهر خوجند از صبح تا شام مسافر کشانده از این راه روزی خود و فرزندانش را می‌یابد. اما طی روزهای آخر ارزش سوزشواری دیزلی حداقل تا 4 سامانی گران شد و او را به اضطراب آورد. اگر پیشتر هر لیتر سیارکه به تقریبا 10 سامانی فروخته میشد، حالا به نزدیک 14 سامانی رسیده است. عبدالجبار میگوید آنها به اجازه شرکت مسافربری و رضایت نیازهای دیگر ارزش راهکرا را بالا برده نمیتوانند. از این رو هر قدر نرخ سوزشواری بالا رود همان اندازه به جیب او ضربه خواهد زد. از یانش میرسم من خالی گشتیم نمیدانیم که همه جا گفتاست همه جا سویج نمیداند که ابراهیم جان هم در مرکز ولایت سوخت مسافر میکشاند و به پایین و بالاروی ارزش سوزشواری دقت میدهد. 11 بود از 13 نم شد. سال قیمت میکنه همین. چه قیمت شده است؟ نمیدانم اینش. هرچند تاجران و نمایندگان شرکت‌های فراهم کننده سوزشواری در تاجیکستان افزایش نرخ را تصدیق کردند ولی سببش را نگفتند. خبرنگار رادیوی آزادی روز 25 ایون به چند نقطه فروش سوزشواری در شهر خوجند سر زد. در تابلوی اکثری آنها که همیشه نرخ بنزین و سیارکه و گاز مایع نمایان بود، این دفعه چیزی دیده نمیشد. کارمند یک نقطه فروش سوزشواری به بیان نامش اظهارات پیشینه مقامات را تکرار کرد که پایین یا بالا رفتن نرخ بنزین و سیارکه از آنها وابسته نیست، بلکه به عامل‌های بیرونی پیوند دارد. کوششی ما برای گرفتن شرح مقامات از جمله خدمات ضد انحصاری و وزارت انرژتیک تا این دم بی‌نتیجه بود. تاجیکستان قریب همه سوزشواری مورد نیازش را از روسیه می‌آورد. مسئولان خدمات ضد انحصاری در نشست مطبوعاتی در ماه فوریه امسال گفتند سال 2025 از خارج به تاجیکستان بیش از 1,200,000 تن محصولات نفتی آورده شد که 84% به روسیه مربوط است. در حالی که مقامات و مالکان شرکت‌های نفترسان در تاجیکستان رسما شرح نمی‌دهند، یک اقتصاددان تاجیک مقیم روسیه در پیام به ما نوشت ظاهراً بحران یا کمبود سوزشواری در خود روسیه به این وضع تاثیر گذاشته است. هفته‌های آخر چند کارخانه نفت روسیه هدف حمله‌های پهپادی اوکراین قرار گرفته در گوشه‌های این کشور کمبود سوزشواری پیش آمده است. بخش روسی رادیو آزادی نوشت تنها در یک هفته از 15 تا 21 ایون امسال استحصال بنزین در روسیه قریب تا 25% کم گشت. عبدالجبار و رانندگان دیگر میگویند که مقامات در تاجیکستان باید راه حل پیدا کنند. اگرچه به گفته آنها بخشی از ماشین‌ها در کشور برقی‌اند و یا با گاز مایع می‌گردند، افزایش نرخ سوزشواری سبب گرانی خدمت‌رسانی و ارزش محصولات خواهد شد.